سلام. مهدی بهمنی هستم. به ویدیوهای آموزشی لینوکس LPK 1 خوش آمدید. امیدوارم که آموزش‌های قبلی رو با حوصله و دقت مشاهده کرده باشید و براتون مفید واقع شده باشه. این قسمتی که می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم بود سیستم هستش، از قسمت سیستم آرشیتکتور 101.2 هستش که می‌خوایم خدمتتون توضیح بدیم و ویتش 3 هستش. همونطور که می‌بینید مباحثی که گفته میشه، بعضی از این مباحث خب یه مقدار دانش عمیق‌تری رو میطلبه و LPI توقع داره که متخصصای این حوزه از تمام جزئیات سیستم عامل سر در بیارن، پروسه بوت رو کامل بشناسن و دوست داره که دانششون دانش عمیقی باشه. امیدوارم که این قسمت رو با دقت تماشا بکنید، چون یکی از قسمت‌های مهم هستش که الان دچار تغییر و تحولات زیادی داره میشه. اینجا ازتون توقع میره که با مفهوم بایوس آشنا بشید، قسمت‌های مختلف سیستم رو بشناسید تو پروسه بوت، بدونید که سیسوی اینیت چی هستش، سیستم دی چی هستش، آپ استارت چیه و ایونت ها و لاگایی که تو پروسه بوت رخ میده رو بتونید بررسی بکنید و همینطور با ترم و یوتیلیتی هایی مثل دی مسیج، بایوس، بوت لودر، کرنل، اینیترم اف اس، اینیت، سیسوی اینیت و سیستم دی آشنا بشید. قسمتی از این درس موکول میشه به بحث آپ استارت و سیستم دی که توی مباحث بعدی خدمتتون آموزش خواهم داد. خب در سال 1983 که یونیکس سیستم وی در آزمایشگاه AT&T ریلیز شد، یک پروسه بوتی رو تولید کرد که به سیسوی اینیت معروف شدش و تا همین اواخر هم داشت استفاده می شدش. شما وقتی که کامپیوترتون روشن می کنید، بایوس شروع به کار میکنه، بایوس بوت لودرتون رو میاد لود میکنه و بعدش کرنل و اینیت آردی لود میشن و بعد اینیت و اینیت هم سرویساتون استارت میکنه و در نهایت شما محیط گرافیکیتون رو یا محیط شلتون رو در اختیارتون قرار میده. اگر که بخوام این پروسه رو حالا روی بالا اومدن یه ویرچوال ماشین خدمتتون نشون بدم، این مبحثی که خدمتتون داریم درس میدیم الان دچار تغییر و تحولات زیادی هستش. به طور مثال رد سری 5 داره از سیسوی استایل تبعیت میکنه، سری 6 از آپ استارت و سری 7 از سیستم دی. بنابراین یه مقدار هم درک این مفاهیم هم گفتنش یه مقدار پیچیدگی خودش رو داره. برای اینکه این مباحث رو راحت‌تر درک بکنید، من یک سنتوس ورژن 5، رد ورژن 6 و رد ورژن 7 رو انتخاب کردم که کامل روی این مباحث رو خدمتتون توضیح بدیم. خب همونطور که میبینید سیستم بوت میشه و حالا شما به خاطر اینکه کویک داره بوت میشه شما بایوس رو نمیبینید. بایوس میاد بوت لودر رو براتون اجرا میکنه. این الان بوت لودر گراف هستش. وقتی من اینتر میزنم کرنل لود میشه و اینیت آردی لود میشه، همینجور که تو شکل دارید میبینید. خط سوم و خط پنجم میبینید کرنل و اینیت آردی لود شدن و اینیت آردی هم میاد پروسه به اسم اینیت رو میاد اجرا میکنه و اینیت هم میاد سرویس های دیگر رو از روی سیستمتون با توجه به ران لولی که براش مشخص شده میاد اجرا میکنه. اونجایی که نوشته کرنل VM لینوز، اون فایل مربوط میشه به فایل کرنلتون که VM لینوز 2.6.18 هستش، ورژن کرنلتون هستش. همونطور که میبینید اینیت الان داره شروع میکنه دیمن ها و سرویس های دیگه سیستم رو تو اون ران لولی که براش تعریف شده داره اجرا میکنه و میاره بالا. تو اون سرویس ها رو میاره بالا و بعد لاگین منیجر رو در اختیارتون قرار میده و شما میتونید به صورت گرافیکال لاگین رو انجام بدید. خب لاگین منیجر من الان اینجا داره نمایش داده میشه. من اینجا میتونم یوزرنیم پسوردم رو وارد بکنم و لاگین بکنم. گفتیم که بایوس
اول موقعی که کامپیوترتون روشن میکنید کنترل سخت افزار رو میگیره به دست. بایوس مخفف بیسیک اینپوت آوتپوت سیستم هستش. یک سری کار انجام میشه موقعی که بایوستون روشن میشه. بایوس در نهایت میاد چیکار میکنه؟ 512 بایت اول هارد دیسکتون رو که کد ام بی آر داخلش قرار داره رو میاد اجرا میکنه و ام بی آرتون میاد بوت لودرتون رو که گراب یا لیلو هستش که حالا لیلو الان منسوخ شده و دیگه استفاده نمیشه و الان گراب ورژن 2 هستش که داره استفاده میشه. گراب هم میاد کرنل و اینیتاردی رو اجرا میکنه. بعضی که کرنل اینیتاردی اجرا شدن پروسه اینیت که اولین پروسس سیستمتون هست اجرا میشه و در نهایت سرویساتون رو تو اون ران لول مربوطه میاد استارت میکنه. همونطوری خدمتتون گفتم بایوس مخفف بیسیک اینپوت آوتپوت سیستم هستش. موقعی که کامپیوتر روشن میشه سی پی یو خودش رو اینیشیالایز میکنه، قسمت‌های مختلف مموری رو میاد تست میکنه، فریمورهای سخت افزارتون اینیشیالایز میشن و در نهایت کد ام بی آر که 512 بایت اول هستش اجرا میشه. این کد ام بی آر شامل قسمت‌های مختلفی هستش که مخفف مستر بوت رکورد و از بایت 1 تا 446 اطلاعات پرایمری بوت لودرتون داخلش قرار داره و 64 بایت بعدی اطلاعات پارتیشن تیبلتون داخلش قرار میگیره. 2 بایت بعدی اطلاعات چکسامش هستش و در نهایت بعد از اینکه این کد ام بی آر اجرا شد میاد استیج بعدی که 512 بایت بعدی هستش اجرا میشه که کد گراو یا لیلو میتونه باشه که الان همونطور که گفتم لیلو منسوخ شده و ما گراو رو داریم. گراو که بوت لودری هستش که اجازه میده سیستم های مختلف رو انتخاب بکنید و بوت بکنید. خودش مخفف گرند یونیفاید بوت لودر هستش و خیلی فلکسیبل، قدرت بالایی داره. میاد کرنل و اینیتاردی تون رو بر اساس اون خط پیش‌فرضی که براش مشخص شده اجرا میکنه و کرنل و اینیتاردی هم در نهایت اینیت رو اجرا میکنن و سرویساتون شروع میکنن به استارت شدن. پس به صورت مخفف اگه بخوایم بگیم بایوس و ام بی آر توی سیستم های قدیمی و بعضی از سیستم های فعلی، توی سیستم های جدید بایوس جای خودش رو به یو اف آی و ای اف آی داده. پس یکی از این دو حالت میتونه باشه، یا بایوس به علاوه ام بی آر یا یو اف آی به علاوه ای اف آی پارتیشن که این تو سیستم های جدید هستش. بعد از اینکه این قسمت انجام شد گراو اجرا میشه که الان گراو ورژن 2 هستش. گراو ورژن 2 تو میاد کرنل و اینیتاردی رو اجرا میکنه و بعد از اون اینیت اجرا میشه. اینیت هم استارتاپ سرویس ها رو اجرا میکنه و در نهایت یک شل رو یا یک محیط گرافیک رو در اختیار شما قرار خواهد داد. برای اینکه شما بفهمید که الان سیستمتون EFI اومده بالا، خیلی راحت میتونید دستور مانت رو بنویسید و گرپ بکنید EFI رو. همونطور که میبینید یک پارتیشن مختص EFI برای بوت شدن به صورت UEFI در نظر گرفته شده که FAT 32 ورژنش و یک سری مشخصه ها برای بوت شدن هم داره که اگر من LS بگیرم از این قسمت میبینیم که اطلاعات مربوط به بوت سیستم تو حالت EFI اینجا قرار داره. خب راجع به اینیت صحبت کردیم، گفتیم اینیت اولین پروسسیه که تو سیستم شروع میکنه به اجرا شدن. اینیت مخفف اینیشیالیزیشن هستش، اولین پروسسیه که توی هنگام بوت شدن کامپیوترتون اجرا میشه و تا وقتی کامپیوترتون روشن هست اینیت هم وجود داره و وقتی که خاموش میشه اینیت هم از بین میره. اینیت پروسس آیدنتیفایرش یا پی آیدیش برابر با 1 هستش، یعنی که اولین پروسس سیستم هستش. یه قسمت اجرایی داره که توی مسیر اسپین اینیت هستش و یک فایل پیکربندی داره که توی etc init تب. این ساختاری که دارم خدمتتون عرض میکنم مربوط میشه به اینیت سیستم وی. اینیت یا اینیشیالیزیشن الان 3 تا مکانیزم براش وجود داره. مدل سیسوی اینیت که به عنوان کلاسیک اینیت هم ازش یاد میشه روی ردهت ورژن 5 دبیان 6 آبانتو 904 سنتوس 5 و قبل از اون این ساختاری بوده که استفاده می شده.
برای اینکه پروسه بوت رو یه مقدار بهینه‌ترش بکنن، سرعت بوت رو افزایش بدن و ساختار کنترل سرویس ها رو بهینه سازیش بکنن، یک سیستمی به اسم سیستم دی متولد شد و این سیستم روی دبیان 7، دبیان 8، اوبونتو 15.4 و جدیدتر از اون و همچنین رد هت سری 7 الان پیاده‌سازی شده. اولین ریلیز استیبلش توی فوریه 2015 معرفی شدش. یک سیستم دیگه هم که توسط اوبونتو کرییت شدش به اسم آپستارت، این هم با همون هدف بهینه‌سازی پروسه بوت، افزایش سرعت بوت و کنترل بهتر روی سیستم پیاده سازی شدش که روی اوبونتو 9.10 تا اوبونتو 14.10 همین سیستم بودش و همینطور اوبونتو 14.04 روی سنتوس 6، رد هت 6 و ورژن استیبلش هم توی جولای 2014 معرفی شد. همونطور که میبینید آپستارت زودتر از سیستم دی به وجود اومد و ورژن استیبلش هم معرفی شد. منتها به خاطر قابلیتایی که سیستم دی داشت، دیستریبیوشن های اصلی مثل دبیان، رد هت و بقیه تصمیم گرفتن که سویچ بکنن روی سیستم دی و بنابراین اوبونتو هم روی ورژن های جدیدش تصمیم گرفت که روی سیستم به صورت پیش‌فرض از سیستم دی استفاده بکنه. و بعد از اینکه اینیت شروع به کار میکنه، شما سرویساتون استارت میخوره و در نهایت شل و ایکس رو در اختیارتون قرار میده. خب یه مقدار جزئی‌تر بشیم روی سیستم هایی مثل دبیان، رد هت، زوزه و پروسه بوتشون رو بیایم دقیق‌تر با هم چک بکنیم. بایوس سلف چک رو انجام میده که بهش میگن پاوران سلف تست و پست به پست معروف هستش. بایوس لود میکنه بوت سکتور رو و اون اجراش میکنه. بوت لودری مثل گراب یا لیلو بوت منو در اختیارتون قرار میگیره. ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه وجود نداشته باشه. توی بوتی که من خدمتتون نشون دادم وجود داشتش. کرنل لود میشه، اینیشیال رم دیسک لود میشه، کرنل اجرا میشه، کرنل اینیت رو اجرا میکنه و اینیت بر اساس اینکه چه دیستریبیوشنی داشته باشید یکی از این مدل های اینیت رو که سیسوینیت، آپستارت یا سیستم دی هستش رو اجرا خواهد کرد. بعد از این یک سری سرویس ها شروع میکنن به اجرا شدن و همینطور سرویس هایی مثل دیباس، یودیو، کران و لاگین. دیباس که قبلا خدمتتون معرفی کردیم همون مکانیزمی هستش که این امکان به ما میده که پروسس ها بتونن با هم کامیونیکیشن انجام بدن و گفتیم که به دو قسمت تقسیم بندی میشه. اگر برنامه دیفیت رو اجرا بکنم که به صورت گرافیکال ما نشون میده، ما سیستم باس رو داریم و سشن باس. سیستم باس برای ارتباط بین سخت افزارها مورد استفاده قرار میگیره و سشن باس برای ارتباط بین پروسس مورد استفاده قرار میگیره. اگر توی شکل خدمتتون معرفی بکنم، ما قبل از اینکه دیباس رو داشته باشیم ارتباط بین پروسس ها خب خیلی سخت بودش پیاده سازیش. هر پروسس مجبور به صورت استار با پروسس های دیگه ارتباط بگیره، اطلاعاتش رو سیو بکنه. از نگاه برنامه‌نویسی پیاده سازی یه همچون مکانیزم آی پی سی خیلی سخت بودش. بنابراین یک مکانیزم دیگه‌ای به اسم دیباس توسط فری دسکتاپ معرفی شدش که این امکان میده که پروسس ها بتونن خیلی راحت با هم ارتباط برقرار بکنن و ما به ازای یک مجموعه پروسس میتونیم دیباس های مختلف داشته باشیم و همونطور که توی شکل دارید میبینید توی برنامه دیفیت میبینیم که اینجا توی سشن باس ما میبینیم باس های مختلفی وجود داره که پروسس ها دارن باهاش کار میکنن و همینطور سیستم باس رو داریم میبینیم که برای ارتباط بین سخت افزارها مورد استفاده قرار میگیره و یه مکانیزمی که الان به صورت استاندارد روی لینوکس هامون وجود داره. همینطور یودیو که میاد اطلاعات /sys رو مطالعه میکنه و sysfs رو مطالعه میکنه و بر اساس اطلاعاتی که اونجا جمع شده و اطلاعاتی که اونجا وجود داره میاد دیوایس های مختلف رو نوداش رو توی /dev ایجاد میکنه. کرون هم اجرا میشه. برنامه‌ای که اسکیجول شدن بر اساس فایل پیکربندی etc cron tab و بر اساس زمانبندی اتریبوت. موقعی که سیستمتون رو روشن میکنید تمام برنامه‌هایی که به صورت اتریبوت اسکیجول شدن توی سیستم شروع میکنن به اجرا شدن و در نهایت لاگین رو داریم که اگر که حالا مکانیزم سیستم دی باشه از طریق سیستم دی لاگین دی پروسه لاگین در اختیار ما قرار میگیره یا به صورت گرافیکال یا به صورت شل میتونیم توی سیستم لاگین بکنیم و با فشار دادن کلیدهای کنترل آلت F1 F2 F3 F4 میتونیم بین محیط‌های گرافیک و محیط تکست یا ویرچوال ترمینال همون بتونیم سویچ بکنیم.
توی رد هتمون الان تو محیط گرافیک ما لاگین کردیم. اگر که خب اینجا من کنترل آلت F1 رو فشار میدم، همونطور که میبینید وارد ویرچوال ترمینال شدم. آلت F2 اگه بزنم دوباره تو ویرچوال ترمینال هستم. آلت F3، آلت F4، آلت F5، آلت F6 و وقتی کنترل آلت F7 رو فشار میدم برمیگردم به محیط گرافیکم. بر اساس اینکه شما چه محیط گرافیکی رو نصب کرده باشید، یک دیسپلی منیجری روی سیستمتون وجود داره. این دیسپلی منیجر برای محیط KDM هستش، برای محیط گنوم GDM3 هستش و ممکنه XDM باشه. و این دیسپلی منیجرتون به X میگه که یک صفحه لاگین رو نمایش بده و در نهایت کاربر میتونه تو سیستم لاگین بکنه. دیسپلی منیجر شما میاد یکی از محیط‌های KD، گنوم و XFCE 4 رو و یا محیط‌های دیگر رو بر اساس اینکه شما موقع لاگین کردن چی انتخاب کردید میاد شروع میکنه به اجرا کردن و روت پروسس KD، استارت KD، روت پروسس گنوم سشن و روت پروسس XFCE 4 سشن هستش. این کل روندی بودش که توی پروسه بوت اتفاق میافتاد و نرم افزارها و سرویسایی بودش که شما الان باهاش آشنا شدید. اگه بخوایم لاگایی که موقع که سیستم میاد بالا تو پروسه بوت مشاهده بکنیم، با دستور دی مسیج میتونیم این لاگا رو ببینیم و این ایونت هایی که اتفاق افتاده رو با هم مشاهده بکنیم. از قبیل دیتکشن سخت افزارها، ایونت هایی که رخ داده، ارورایی که رخ داده و تمام مواردی که تو پروسه بوت اتفاق میفته رو اینجا ما میتونیم ببینیم. به این دستور کرنل رینگ بافر هم گفته میشه. خب ادامه بدیم. ما توی مباحثمون به اینیشیال رم دیسک اشاره کردیم. ببینیم اینیشیال رم دیسک چی هستش. اینیتاردی یا اینیشیال رم دیسک توسط کرنل موقعی که سیستم داره بوت میشه به عنوان فایل سیستم موقت روت مورد استفاده قرار میگیره تا اینکه بوت کامل بشه. اینیتاردی همچنین شامل یک سری درایورهای از پیش کامپایل شده است که برای اینکه حالا سایز کرنل رو ثابت نگرش دارن و اونو بزرگش نکنن میان از این فایل استفاده میگن. یه استفاده دیگهش اینه و توسط اون ماژولایی که داخلش قرار داره دسترسی به سخت افزارها و پارتیشن های سیستمتون ممکن میشه و همچنین سیستمتون شروع میکنه اون وقت روی فایل سیستم اصلی لود شدن. تنظیمایی مثلا رید، LVM و اینجور چیزها رو ما داریم. خود اینیت هم یه اینیتاردی هم یه فایل اینیت واسه خودش داره که با اینیت اصلی سیستم فرق داره و برای ست کردن رید، نرم افزاری و LVM و اینجور چیزها به کار میره. حالا من اینیتاردی رو براتون باز میکنم ببینید که کامل ساختارش به چه شکل هستش. خب این هم از بحث اینیشیال رم دیسک. 3 تا لینک وجود داره برای اینکه اطلاعات کامل شما بتونید راجع به اینیتاردی به دست بیارید. من پیشنهاد میکنم که از این لینک ها استفاده بکنید. یکیش مربوط به ناول هستش که اینجا به صورت کامل اینیشیال رم دیسک رو توضیح داده خدمتتون و نحوه کار کردن و ساختارش رو کامل براتون توضیح داده. 2 تا لینک دیگه هم هست که اینا هم لینک های جالبیه. من پیشنهاد میکنم اینا رو حتما مطالعه بکنید که یکیش مختص IBM هستش و دیگری وایر فریم کامیونیتی که اطلاعات خوبی راجع به اینیتاردی اینجا گذاشته که خیلی راحت میتونیم ازش استفاده بکنیم و مفید هم هستش. خب ادامه بدیم روی مباحثمون. بیایم اینیتاردی رو بازش بکنیم ببینیم داخلش چی وجود داره. وارد بوت میشم. بذارید بزرگش بکنم تصویر رو. یه لس میگیرم. خب اینجا فایل اینیتاردی داریم میبینیم. این یه دایرکتوری میسازم توی TMP به عنوان تست. اینیتاردی رو داخل TMP تست کپی میکنم.
مووش میدم به جی زد. حالا بازش میکنم، یه لست میگیرم، شد img. ببینیم تایپش چی هستش. فایل. خب یه آرشیو CPIO. خب پس با CPIO باید بازش بکنیم. CPIO -i -make الان یه لست میگیرم. همونطور که میبینید یک ساختاری مشابه فایل سیستم لینوکس داره. بین داره، دیو داره، etc داره، خودش اینیت داره همونطور که خدمتتون گفتم. یه ذره بزرگتر بکنم اینو. خب ببینید بین داره، etc داره، دیو داره، اینیت داره، liv داره، پراک داره، اسپین داره، سیس داره و سیس روت داره. کرنل وقتی که اینیتاردی رو لود میکنه میاد ماژولایی که مورد نیازش هست رو لود میکنه توی رم و بعد از اون میتونه همونطور که گفتم خود اینیتاردی هم یه اینیت داره برای خودش. اون اینیتش واسه ست کردن تایم و یه سری کارهای این شکلی کار مثلا LVM و ریدتون اینجور چیزا و بعد از اون کرنل میتونه تازه بفهمه که الان چه فایل سیستمایی روی کامپیوترتون وجود داره و بعد اون فایل سیستم ها رو لود بکنه و بوت بشه توی ساختار اصلی فایل سیستمتون. اگر از بینش ls بگیرم یه سری دستورات رو می‌بینیم، مثلا مود پرو رو داریم واسه لود کردن ماژول هایی که مورد نیاز کرنل هستش، نش هست، LVM هست، DM رید هستش، اینس مود هستش که اینم برای نصب ماژول ها هستش و پارتی ایکس هستش که برای کار با پارتیشن ها هستش. خب این قسمت هم کامل شد. حالا یه مبحث دیگر من خدمتتون بگم، بحث سیستم ریکاوری. اینیتاردی بعضی وقتا لازمه که دوباره میک بشه. اینیتاردی هر سیستمی با توجه به ساختار پارتیشنش، اگر LVM داشته باشه LVM، اگر رید داشته باشه رید. فرض کنید شما میخواید یک سیستم رو، یک لینوکستون رو از یه سخت افزاری انتقالش بدید به یه سخت افزار دیگه، یا از یه ساختار پارچن بندی میخواید انتقالش بدید به یه ساختار پارچن بندی جدید، یا از یه ویرچوال ماشینی میخواید ببریدش روی سرور فیزیکال، یا از روی سرور فیزیکال برعکس میخواید مایگریت کنید توی ویرچوال ماشین. یک سری حالا پروسیجر وجود داره واسه این کاری که خدمتتون گفتم. اون پروسیجرها رو باید انجام بدید، دیتا رو کپی بکنید، پارتیشناتون رو بسازید. در نهایت باید فایل اینیتاردیتون یا اینیشیال رم دیسکتون رو دوباره میک بکنید. توی دبیان دو تا دستور آپدیت اینیت رم اف اس و امکا اینیت رم اف اس این کار برای ما انجام میدن و توی رد هت هم دستورات امکا اینیت آردی، دراکات و الس اینیت آردی واسه کار با اینیت آردی قرار میگیرن. کافیه که من وارد اسلش بوت بشم و اون اینیت آردی قبلی رو بهتر ازش یه بکاپ بگیریم و با دستور امکا اینیت رم اف اس -v-o-k اسم فایل اینیتاردی و ورژن کرنل اینجا میبینید یونیم داشقاری روش دیگه شو من این پایین اومدم نوشتم اینیتاردی .img $UNAME-R. این یه تیکه دیگه ورژن کرنل هستش و دوباره فاصله ورژن کرنل. وقتی اینو اجرا میکنیم اینیتاردی اون دوباره میک میشه بر اساس وضعیت جدید پارتیشن بندی و سخت افزاری که تو سیستم دیتکت شده و بر نهایت یه بار گرافتون هم آپدیت میکنید و سیستمتون اینجوری با موفقیت میتونه بوت بشه و بیاد بالا. یه نکته هستش که شما خیلی بهش نیاز خواهید داشت توی بحثایی که میخواید بحث مهاجرت لینوکستون انجام بدید از یه سخت افزار به یه سخت افزار دیگه و خیلی پرکاربرده. جایی هم که یه سخت افزاری اضافه میشه مشکل میخورید و یا میخواید یه سخت افزاری رو پرمننت بذاریدش داخل اینیتاردی ماژولش رو، این قسمت رو شما باید حتما اجراش بکنید. هر چنجی که توی ساختار سوپتون و پارتیشنینگتون اتفاق میفته، پارتیشنای اصلی، شما باید این دستورات رو اجرا بکنید. روی همین سیستم من روی رد هتی من براتون اجرا میکنم. توی رد هت ما
به جای امکانیت رم اف اس امکانیت آردی رو داریم و دراکاد که الان دراکاد داره استفاده میشه، هم روی ورژن‌های 6 و هم روی ورژن‌های 7 و LS اینیت آردی هم که کمک میکنه محتویات اینیت آردی رو ببینیم. وارد همین لینوکس سنتوس 5 میشیم، سری 5. خب ببینم من دراکات رو دارم، اینو ندارم، تو این ورژن ندارم. LS اینیت آردی چی؟ یه بررسی بکنیم ببینیم اصلا این پکیج توی این سری 5 وجود داره یا نداره. فکر میکنم که وجود نداشته باشه. روی سری 6 و 7 ما داریم این پکیج رو. حتی حالا ریپوزیتوری مختلف رو ما باید بررسی بکنیم، ولی خب تو ریپوزیتوری استانداردش حداقل وجود نداره. خب ولی دستور امکانیت آردی وجود داره. وارد بوت میشم، یه LS میگیرم. خب اول چیکار میکنیم؟ میایم از اینیت آردی فعلیمون یه بکاپ میگیریم با پسوند BK. من CP میکنم توی مسیر جدید. بعد از اینکه بکاپ گرفتیم فایل اینیت آردی قبلی رو ریموو میکنیم، می‌نویسیم mk اینیت آردی پسوند بیکیش رو برمیدارم و کافی اینجا بنویسم خب الان فایل جدید ساخته شدش. دقت بکنید من اینو ریموو کرده بودم دیگه، فایل جدید ساخته شد. اگه میخواید جزئیاتش رو ببینید یه بار دیگه اینو ریموو میکنیم، به صورت وربوس همونطور که میبینید تمام ماژولا رو میاد داخلش اضافه میکنه. اگه ساختار جدیدی هم اضافه شده باشه، پارتیشن بندی تغییر کرده باشه، یو آیدی پارتیشن ها چنج شده باشن، اینا رو همه رو منظور میکنه تو اینیت آردی جدید و به این شکل وقتی کرنل شما لود میشه ساختار جدید پارتیشن بندی رو دیتکت میکنه و به راحتی بوت میشه و میاد بالا. همونطور که میبینیم الان ساخته شده. خب اگه بخوایم دراکات رو اجرا بکنیم احتیاج داریم به ردهت سری 7 یا 6. خب اینجا نصب رو این سیستم یه منوال ازش میگیرم. Create initial RAM disk image for preloading modules. مثل همون امکاینیت آردی و یا امکاینیت رم اف اس با یک سری حالا قابلیت های بیشتر. خب از کانفش یه من میگیرم، دقت بکنیم این فایل پیکربندیش هستش که شما میتونید اگر تغییراتی مورد نظرتون هست، درایوری رو میخواید اضافه بکنید تو پروسه بود که سیستم دیتکت بکنه یا کاستومایزیشنی میخواید انجام بدید، اینجا میتونید اضافه بکنید. مثلا با LVM رو تو پروسه بوت دیتکت بکنه یا نکنه و یا اطلاعات دیگه، مثلا درایور خاصی مد نظرتونه، فایل سیستمی مد نظرتونه و هر تنظیماتی که مد نظرتون هست رو میتونید تو این فایل انجام بدید. LVM conf مثلا yes یا تنظیمات مربوط به پیکربندی رید yes. خب روش اجراش هم که خیلی ساده هستش، دقت بکنید
مثل حالت قبلی که صحبتشو کردیم، شما چیکار باید بکنید؟ اول وارد بوت میشین، ELS میگیرم، اول از وضعیت قبلی بکاپ میگیرم، ببینم کرنل که باش اومدم بالا چی هستش. دو 632 431. خب از این یه بکاپ میگیرم، می‌نویسم دراکات، منتظر میشم تا میک بشه. حواستون باشه اون کرنلی که الان باش بوت شدید اومدید بالا رو اینیت هاردیشو میتونید میک بکنید. بعضی وقتا که دچار مشکل میشید با DVD باید بیاید بالا که دقت بکنید، با DVD که میاید بالا اون کرنلی که باش بوت شده اومده بالا و بر اساس اون سخت افزارها دیتکت شدن رو شما میتونید اینیترم FS اون ورژن کرنل رو میک بکنید. ما توی بعضی از آموزش‌هامون تو پروسه سیستم ریکاوری این قسمت رو به صورت کامل توضیح دادیم، یعنی یه پروسه ریکاوری کامل رو انجام دادیم. خب فایل داره خب میک شد و ساخته شد. اگه بخوایم جزئیاتش رو هم ببینیم، داش F اگر اون فایل وجود داشته باشه فورس میکنه اووررایت میکنه. یه سویچ وربوس هم باید داشته باشه. با داش K میتونید بگید که تو مسیر ماژولایی که دارید کجا هستش. داش ویش وربوسه. ببین من اگه میتونم اون فایل رو ریموو نکنم، اینیترم FS رو بنویسم داش F داش V. اینجوری داره به صورت دیتیل به من نشون میده که از مسیر ماژولایی که برای من وجود داره چیا داره نصب میشه. مثلا یه سری فونت رو نصب کرد، یه سری ماژول رو نصب کرد، یه سری فریمور رو نصب کرد و این کمک میکنه که کرنل من به راحتی بتونه ساختار فعلی سیستم رو دیتکت بکنه و خیلی راحت بیاد بالا. الان میبینید که درایورها رو داره میاره بالا، درایورهای مختلف رو داره توی اینیترم FS مون اضافه میکنه. پس کانفیوز نشین بین اینیت و اینیترم FS. اینیت یک پروسسه که موقعی که کرنل و اینیت هاردی اجرا شدن کنترل سیستم رو به دست میگیره و شروع میکنه پروسسور رو بالا آوردن و مدیریت سرویس ها اینا رو انجام دادن. ولی اینیترم FS تو اون ابتدا که قرار سیستم بیاد بالا به همراه کرنل میاد بالا و به کرنل کمک میکنه که پروسه بوتش رو کامل بکنه. خب اینم از این مفصل حالا ادامه پیدا میکنه و فایلش کامل میشه. خب توی این قسمت با پروسه بوت ما آشنا شدیم، فهمیدیم که روال بوت به چه شکل هستش، اجزای مختلفی که ما نیاز داریم توی پروسه بوت چیا هستش. راجع به بایوس MBR صحبت شد، UEFI و EFI پارتیشن رو من یه قسمتی رو کامل گذاشتم واسه این مفصل چون سخت افزار جدید داره به این سمت میره. گراب راجبی صحبت شد، کرنل و اینیت هاردی رو صحبت کردیم. کرنل که خب میدونیم هسته اصلی سیستم هستش، اینیت هاردی هم که کامل الان راجبی صحبت کردیم، ساختار داخلیش رو دیدیم و بهتون گفتیم که کیا باید میک بشه و همینطور پروسه اینیت که اولین پروسه سیستم هستش و اینجا تو این درس فهمیدیم که اینیت کلاسیک اینیتی بودش که از ردهت 6 به قبل، دبیان 7 به قبل، اوبونتو
10 به قبل و اوبونتو 9 به قبل و سنتوس 6 به قبل مورد استفاده قرار می گرفت و روش استاندارد بالا آوردن سرویس های سیستمتون بود و روش های جدید هم باهاش آشنا شدیم، سیستم دی و آف استارت. و در نهایت فهمیدیم که این اینیتی که الان راجع بهش صحبت کردیم میاد سرویس های مختلف رو بر اساس ران لولی که تعریف شده استارت میکنه و در نهایت محیط گرافیک یا محیط ایکس رو در اختیارتون قرار میده. تو این مبحث در رابطه با پروسه بوت تمام مواردی که مورد نیازمون بود و باهاش آشنا شدیم. 2 قسمت سیستم دی و آف استارت رو تو ادامه خدمتتون توضیح خواهم داد و همینطور راجع به ران لول ها هم صحبت خواهم کرد و روشی که سیسوی داره و روشی که سیستم دی داره به صورت کامل تو ران لول های مختلف رو براتون توضیح خواهم داد. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.